سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من ارشیا گانزو هستم. چند بار شنیده بودم که یکیتون بهم گفته بودید که ویدیو بذارید و صورتت حتما باید باشه. منم چون داشیا فالو نمی کردن، عشقیا فالو نمی کردن نمیتونستم صورتمو نشون بدم و گفتم بذار حداقل 15 تا دونه فالوور داشته باشم که دیدم بچهای گل دستشون ناموسن دست نکنه. داداش اون یکی داداشمی، اگه توجه داشته باشید بچه ها دستتون دست نکنه که دیدم یهویی 17 نفر منو فالو کردن و دمتون گرم. داداش عشق منید، مخصوصا طرفدارام. اوکی، الان دیگه از صورتم میذارم و بریم. سلام داداشی های گل، حالتون چطوره؟ امروز از صفم ویدیو گذاشتم، بذار بیرون. بزرگتر نمیشه این گرمسا بکنم. ولی دوستان امروز از خودم الان دارم فیلم میگیریم، بریم واسه ماینکرافت. میخواستم یه چیزی رو بهتون یاد بدم. حل بریم. داداشی های گل بنازم. 1 ماه دیگه الان صندلیم جور نشده بچه ها، لطفا ممنون میشم که یه خورده فالف کنید. خب بچه ها، اسم من چیه؟ اسمم چیه؟ خب بریم تو مپمون، مپ بیتا یا بیتا. میکروفونم رو دیدید بچه ها؟ چقدر بامزه و کوچولوه. میکروفون کوچولو خریدم. یا خدا، چی؟ اینجا من بودم. اوکی چه اتفاقی افتاده؟ اوکی با این اوضاع لگ چه باگ خوبی خوردم. بیا بیرون دیگه، چرا نمیره بیرون؟ قبلا ماینکرافت پلیر خوبی بودم، خیلی وقت پلی ندارم تو ماینکرافت، حوصله ندارم بچه ناموسم. نگاه چی ساختم اینجا رو نگاه. خب دوستان، من خودم این لحظه کریتیو کردم برای ساختن چی بهش میگن این یارو، که یه چیز خیلی خفن میخوام درست کنم، آموزشش رو بدم. خب دوستان، بعدش ما باید همچین وسایل رو بیاریم برای ساخت. بچه ویدیو خیلی زیاد شد، پس من میذارم اینو تو ویدیوهای بلند مدت. میخواستم مثل ویدیوهای کوتاه بشه. شرمنده واقعا، ببخشید 4 دقیقه فیلم شده. شما اول باید یه همچین حالتی درست کنید. 2 3 اوکی درست. و بعد اینجا میتونید این زیرو بکنید واسه خوشگلی. و یه دونه هم پیستون لازم داریم برای برای همین کارمون دیگه. آقا حله. ببینید میاد یه لگ، چقدر بازی لگ. ببینید میاد یه همچین حالتی درست میکنید، مثل اینکه یه در میخواید بذارید یا یه خونه میخواید درست کنید، اینطوری درست میکنید و حل چشات عزیزم. یه برو اونور، دوستان دارم ویدیو میگیرم. اینجا رو اینطوری میکنید. برای خوشگل‌تر اینجا رو میکنید یه دونه بلوک. و برای خیلی خوشگلی
برای خیلی خوشگلی میاد شما اینجا از این چیزا میارید، از این چراغا اینجا میذارید و بعد یه چیز خیلی خفن قرار درست کنم. نگاه کنید بچه ناموسن، ببینید ما داریم زحمت میکشیم، ما رو چیز کنید، سابسکرایب کنید، چیزم کنید. چیز بود چی بهش میگفتم شما بگید چی بود؟ فالف. ببینید من یک دونه پیج دارم، میخوام همین یک دونه پیجمو دلو همه تو میکروفون میگم، یک دونه پیجمو فالف کنید. فالف بچه فیلم از 6 دقیقه فکر کنم بگذره قطع میشه، نمیدونم. اوکی وای اینو اشتباه بردم ببخشید. یه دونه از اینا، یه دونه از اینا، یه دونه از اینا حالا یه دونه شمشیر فول دایموندی میاریم، همون چی بهش میگفتم ندرایت. اینقدر بدم میاد صفحه اینطوری خاموش میشه. میدیم دستش و بچه من سیم کشی میخورم، یه خورده طول میکشه به خاطر این ویدیو رو کات میکنم. ببینید داشیای گل، ما اینجا میرین چی لازم داریم، میرید ما اینجا چی لازم داریم. یه دونه از اینی که تو دستمه و میذارم اینجا، بعد یه دونه اجرای سر اجرا و بله، بعد شما باید این ته اینجا رو لگ از لگ بدم میاد، ته اینجا رو بکنید، اینو اینطوری سیمشو یعنی همون ردستانشو بکشید بیارید اینجا. و حالا من صدا رو ندارم چون از میکروفون استفاده میکنم، صدا واسه من خوب در میاد، ولی اینجا یه دونه دکمه من گذاشتم الان، نذاشتم دکمه رو. ای ریدم دهنت ببخشید، اب نداره. اینجا رو ما خدای من اینطوری میکنیم. الان چرا این فهمیدم. اوکی ببینید اینجا هم ویدیو میگیرم سریع، ردستون رو بگیرید از اینجا بیارید اینجا، تموم. و حالا اینجا رو نگاه کنید، بزنید میاد جلو، اشغال کنید، عشق و حال. بناز، ببین بناز، ارشیا گانزو بگو بناز، عشق بگو من بهت عشق میدم، بگو سابسکرایب بهت میدم، بگو حل میدم. 7 دقیقه ویدیو میخواستم فیلم کوتاه بشه. خداحافظ تا یه ویدیو دیگه. میرم.